سلام، من علیرضام و اینکه تو این کانال چه اتفاقی قراره بیفته توی این ویدیو میتونی بری کامل ببینی. توی این ویدیویی که الان دارم ضبط میکنم دوباره قراره بریم سراغ اما یکم عمیق‌تر راجعش صحبت بکنیم. بیا اینجور بحث کنیم که چی میشه که بچه‌ها میرن سراغ اونلیفنس، چی میشه که جذبشون میکنه اصلا. قبل اینکه ویدیو رو شروع بکنم کانال من رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن. بریم سراغ ویدیو. تا حالا چند بار شده که اینستاگرام در حال اسکرول کردن باشی و با خودت بگی که این پیج رو نگاه کن، این طرف چقدر داره خوب زندگی میکنه، از طریق همین راه به این همه پول رسیده، سفر میره، این همه ماشین میگیره، این همه امکانات داره و خب وسوسه کننده است. تو هم دوست داری به این کار برسی، تو هم دوست داری همه چیز رو داشته باشی. یه اتفاقی که میفته وقتی که ما داریم تمام این ویدیوها رو میبینیم اینه که فقط داریم نقاط مثبت رو میبینیم، ما اون بهایی که این افراد پرداخت کردن رو نمیبینیم، اتفاقاتی که براشون افتاده رو نمیبینیم. خیلی از این آدما بعد از یک مدت با خودشون میگن که کاش من هیچ وقت وارد این عرصه نمیشدم. حالا چی میشه که اصلا یک آدم وارد این عرصه میشه؟ حالا چی میشه که اصلا میرید سراغ این مدل سایت ها؟ ببین این سایت ها روی دو تا از نقطه ضعف های اساسی آدم ها دست میذارن: پول و نیاز به تایید گرفتن. ببین وقتی که میبینی یک نفری توی یه مدت کوتاهی چند هزار دلار پول درآورده، خب وسوسه میشی دیگه. تصور کن مثلا یه جوان 20-22 ساله‌ای داری از صبح تا شب کار میکنی و یه درآمدی به دست میاری و شب توی اینستاگرام ببینی که یک نفری همسن و سال خودت درآمد خیلی بیشتری داره، ثروت خیلی زیادی داره و خیلی چیزایی که تو آرزوشون داری اون داره. خب وسوسه میشه که تو هم بری سراغش دیگه. میگی خب من چرا نرم؟ من گوشی دارم، تا سلفی از خودم فیلم بگیرم، عکس بگیرم، برم کارو انجام بدم دیگه. و اون تایید گرفتنه که آدما اینقدر به توجه بکنن، لایک بکنن، دیده بشی، جای مختلف بشناسنت، این یکم آدمو وسوسه میکنه. تو مرحله اول شاید به خود بگی که خب خیلی راحته دیگه، مثلا هم که گفتم من گوشی دارم، سلفی میگیرم از خودم، آپلود میکنم و تمام. نه، ببین داستان این سایت ها دیگه الان متفاوته. با یه سلفی ساده نمیتونی. اکثرا تیم فیلم برداری دارن، ادیتور دارن، میکاپ آرتیست دارن و یه تیم خیلی بزرگی داره کار میکنه. تو باید وسایل خیلی خوب داشته باشی، دوربین، نور، تجهیزات کامل، اسکریپت های آماده داشته باشی، بدونی که میخوای چیکار بکنی، تبلیغات توی اینستاگرام، توییتر، ردیت، توی همه اینو تبلیغات انجام بدی. در نهایت شاید که مثلا بیان به تو بگن که این فرد در ماه گذشته $10,000 درآمد داشته. اوکی، اما اون $10,000 رو اگر که بیای تقسیم بکنی کارهایی که انجام داده برای تبلیغات و خرج‌ها، ادیتور، همه چی، شاید $4,000 $5,000 برای خودش مونده باشه. در کنار اینا تبعاتش هم هست. ببین تا یک جایی محرمانه میمونه، اون فشارهای جامعه روش هست، یه فشار سنگینی همیشه روی جامعه میمونه. یه استادی بود توی آمریکا در کنار معلمی که داشتهش یک پیج میزنه توی همین سایت فقط طرفداری که اونجا عکساشو میذاشته، فیلماشو میذاشته و یه درآمدی آنجا به دست میبرد. یکی از شاگرداش، والدینش سایت رو پیدا میکنه، پیج رو پیدا میکنه، به مدرسه میگه و اخراجش میکنن. ببین یه چیزی نیستش که خیلی راحت جامعه باش برخورد بکنن. آره ممکنه ببینی که بعضیاشون خیلی طرفدار دارن، خیلی از مردم مثلا میبیننشون، دنبالشون میکنن، اما از 100% کسایی که توی فعالیت میکنن 80 یا 90% ماهانه زیر $100 درآمد دارن. درصد خیلی کمی از اونا هستن که توی ماه درآمد خیلی بالایی دارن. تازه همونا هم بعد یه مدت طولانی که میگذره یه ذره خسته میشن، افت میکنن، چون که همیشه باید توی رقابت باشن، همیشه باید چیز جدیدی به وجود بیارن و همین داستانی که تو باید چیز جدیدی به وجود بیاری باعث میشه که بعضی وقتا مجبور بشی یک سری خط قرمزهایی که اون اول داشتی رو رد بکنی. خط قرمز که من این کار رو نباید انجام بدم، نباید این اتفاق بیفته، از این جلوتر برم. اما یک جایی که میرسی به خاطر اون پولی که دیگه بهش نیاز داری و معتادش شدی، مجبور میشه خط قرمز رو رد بکنی تا اون هدف برسه: ویوی بیشتر، لایک بیشتر و درآمد بیشتر. یه داستان دیگه که توی این سایت هست اینه که خیلی‌ها فکر میکنن که محرمانه است دیگه، فقط کسایی که پول میدن میتونن بیان محتوای تو رو ببینن. نه، اینجوری نیست. ببین خیلی از
کسایی که توی این سایت هستن براشون اتفاق افتاده که تمام محتویات توی سایتشون لیک شده، همش اومده بیرون، توی اینستاگرام، توی توییتر، توی تلگرام پخش شده و رایگان همه دیدن فیلماشونو. خب اینجوری نیست که خیالت راحت باشه که نه من راحتی درآمدمو دارم، نه، خیلی داستانا داره، خیلی مشکلات داره و همیشه اون فشار اجتماع هم رود هست. یه قسمت دیگه که باید باش کنار بیای، حالا این توی سایت های دیگه سوشال مدیا کلا هستش، اما توی این سایت خیلی بیشتره. باید بتونی با کامنت های منفی کنار بیای. ببین رسما دارن قضاوتت میکنن، از همه لحاظ قضاوتت میکنن، باید قدرت اینو داشته باشی که بتونی اینا رو تحمل بکنیم. حالا یه سوال ازت دارم، تمام این موارد رو گفتم که برسم به اینجا، آیا ارزشش رو داره این همه قضاوت، این همه مشکل، این همه دردسر؟ به خاطر چی؟ وقتی که میتونی یک درآمد مشابه همین توی سایت های دیگه داشته باشی، توی تیک تاک همین داستان هستش، اسنپ چت هستش، اینستاگرام هستش و یوتیوب خیلی امن‌تر، راحت‌تر میتونی درآمد داشته باشی، پس چرا باید یک سری خط قرمز رو رد بکنی، خودت رو کوچیک بکنی که به اون درآمد برسی، وقتی که میتونی همون درآمد رو با همون پشت کارت اما راه خیلی ایمن‌تری رو در پیش بگیری، توی یوتیوب فعالیت بکنی و با اون چیزایی که دوست داری برسی. ببین این حرفایی که میزنم به خاطر اینه که این سایت از دور مثل یک جاده که پر دلارای سبز میمونه. خب اما وقتی که وارد این مسیر میشی، میری جلو، میبینی که زیر این دلارا پر مینه، خیلی اتفاقا ممکنه برات بیفته، خیلی جاها ممکنه که خیلی از دست بدی، چیزایی که نمیخواستی اتفاق بیفته و نمیصرفه، واقعا نمیصرفه. توی یوتیوب این هم آدم دارن فعالیت میکنن، توی اینستاگرام این هم آدم فعالیت میکنن، ممکنه زمان رسیدن بهش طولانی تر بشه، مثلا 1 ماه یا اون 1 سال یوتیوب باشه، اما اون 1 سال ایمنه، یعنی از 1 سال به بعد که اون درآمد رو داری. اما توی این سایت ممکنه که تو بعد از یک مدتی دیگه نتونی کار بکنی، دیگه چیزی برای ارائه نداشته باشی، دیگه مردم از اون محتوای تو خسته شده باشن، تکراری شده باشه و دیگه نخوان داشته باشن. به خاطر همینه که میگم ممکنه آره وسوسه میشی، خیلی وسوسه میشن، دختر پسر هم نداره، پسر هم میتونه خیلی راحت توی این سایت درآمد داشته باشه، میتونی یه اکانت مجازی درست بکنی، با AI محتوا درست بکنی اون تو بذاری، آره، اما ارزشش رو نداره. به خاطر تمام این چیزایی که گفتم توی سایت های دیگه میتونیم به این چیزا برسی، میتونی اون چیزی که توی ذهنت رویات رو داشته باشی. اگه راه ایمن خودت رو نابود نکن توی این راه، اوکی؟ اگر که با حرفا موافقی، چیزایی که اینجا گفتم راجع به اونفنس توی یه ویدیوی دیگه هم قبلا گفتم، اونم بالا میارم، برو اونم ببین. نظر تو توی کامنت برام بنویس. ممکنه از که تو جنبه دیگه بازم این سایت رو بررسی بکنم و برات ویدیو بذارم. اگه دوست داری بازم ویدیو داشته باشیم راجبش، توی کامنت بنویس و حتما به بقیه ویدیوهای کانال منم سر بزن. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. ویدیوهای بعدی میبینمت. خداحافظ.